بعد و مجموعه که خب همه که میبین بعد یهو نه من محمد میذاره اون واسه صداش میاد خیلی تحصیل نداشت. الان زیر پای فائزه خوابیده دقیقا تنها سس میکنم زن دیگه اینا 3 تا بودن، یکیشون همسایه برد پرت کرد تو جاده مزنش میشه. اون یکی اون ته زاییده الان بچه داری میکنه. چی پرتش کردی؟ بچه اونو بیاری کرد تو کیسه؟ خیلی عاشق گربه است. صندوق بردم جلوی کبابی انداخت. آره گوش کن، اون گربه هم خیلی دوست داشته. بعد انقدر عصبانی میشه، انقدر میره ببینم آروم میشه. میرم خونه همسایه اسم آقای رحیمه. برمیگه بهش میگه تو اسمت رحیمه ولی خیلی بی‌رحم. باش. همین می‌خواستیم. اونجا میرم. عزیز دلم ایوا برو پایین. این چای منه. آره گربه یاد گرفته تازه بیاد. آره این دفعه چی شد؟ آره میشه با این چی شد؟ میشه چند روز؟ من تا 25 دقیقه دیگه یه تای دیگه هم داره. چی علی؟ ایوا علی خیلی درازه کرد. میگم که نرگس رو گولش زدم، گفتم که این یک نوع ورزشه باعث شد لاغر شه. تا علی ندیده این ورزش انجام بده. اون آب هندونه که داری میخوری شاید آب سخت باشه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هشت. خواهی نگی که همه کار شما ای چرا آدم فروتنی هستی؟ همه رو چکم پس بهتون گفته بودم که تو مسابقات صوت و لحن رفت کلاس نقام 3 ناحیه رو آوردن. خب حالا با صوت و لحن بخون. اون 20 فایزه‌ای که اون موقع یارا جی 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 سنگین چقدر خوب شده. آفرین. مرا Oh my god! Wow! ببین مگه بهت نگفتم نیا؟ چرا اومدی زدی تو سرم؟ چرا اومدی زدی تو سرم؟ نیا
نه گفتم نه یا خیلی پره برو بگی بره سطح آشقا خیلی الان ببر بره سطح آشقا بگی چطور تو عقلت میرسه بیای تو بزنی تو سرمون میدونم که ببرن سطح آشقا واقعا داره گوش میده بگی ببرن سطح آشقا گرمه باک همونو بزن تو سرم آره همونو گفتم منم نه بالا این یه دونه هم در نظر ده خیلی وقت جوک هم نیومده هر جوک بیادبی داره همونو عوضش کن ادبی اصلا ذات جوک بیادبی بودنش عوضش کنی که چرا یه بار یه خانمه میره نونوایی نون بخره و میگه به آقای میگه که آقا لطفا 3 تا نون به من بدید آقای میگه که آقا جوکا داری یادت میاد آقای میگه که چی علی تو هم میشه دوباره گوش کنی کامل جمع مستجدم اینو چند بار گفتم میخوام بازم گوش میره نونوایی میگه آقا لطفا 3 تا نون به من بدید آقا میگه که چی میگه 3 تا نون به من بدید و میگه خب این که 2 تاست سومیش اینجا خیلی طولانی بود چون این وسط نونوایه با این زنه چند بار حرف میزنه دیالوگای قشنگ‌تر بود دیالوگای وسطش رو یادم رفت بالا اینجا بازم مهمه